اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر همه شما مخاطبین گرامی. خب یک ترکیبی رو امروز میخوایم با هم کار بکنیم که در ضمن ترکیبی که داریم چند تا نکته رو من عرض کنم که بسیار مهم و مبتلا به هست. خب عبارت این هست: ان الله غفور رحیم. ترکیب این عبارت رو ملاحظه کنید. ان از حروف مشبهة بالفعل هست، الله اسم ان و منصوب هست، غفورون خبر اول و مرفوع، رحیمون خبر دوم و مرفوع هست. حالا یک سوالی که اینجا مطرح هست این هستش که چرا رحیم صفت برای غفور نشد؟ چرا ما گفتیم رحیمون خبر دوم برای الله و چرا نگفتیم رحیمون صفت غفورون هست؟ ببینید یک نکته مهمی اینجا هست که دو تا اسم مشتق وقتی در یک کلامی قرار میگیرن، مشتق دوم ما نمیتونیم صفت برای مشتق اول بگیریم، بلکه مشتق دوم میاد همون نقشی رو میگیره که مشتق اول داره. الان تو این مثال رو ملاحظه کنید، غفور نقشش چیه؟ خبر هست و رحیم هم میاد همون نقش غفور رو میگیره. غفور میشه خبر اول و رحیم میشه خبر دوم. خب چرا ما نمیتونیم مشتق دوم رو صفت بگیریم؟ نیاز به این مقدار توضیح داره. ملاحظه فرمایید که ما یک اسم عین داریم، یک اسم معنا. اسم عین کلماتی مثل زید، مثل جدال یعنی دیوار، کتاب، رجل یعنی مرد، اینها وضع شدن برای یک ذاتی و وقتی ما به این کلمات نگاه میکنیم میبینیم اینها قائم به خود هستن، یعنی میتونن طرف نسبت قرار بگیرن در یک عبارت و یک جمله. اما اسم معنا اون کلماتی هستند که وضع شدن برای یک حدث، برای یک عمل، برای یک کار، نه برای یک ذات. لذا ضرب، نصر، دیدن، ضرب یعنی زدن، نصر یعنی یاری کردن، دیدن، اینها این کلماتی هستند که قائم به غیرن، یعنی باید یک ذاتی باشه تا اینها تکیه به اون ذات کنن، در کلام قرار بگیرن. اینا میشن اسم معنا. مشتق چیه؟ مشتق از نسبت دادن این اسم معنا به اسم ذات ایجاد میشه. مثل ضارب، ضارب از نسبت دادن ضرب به زید ایجاد میشه. زدن رو وقتی به زید نسبت میدیم میشه زننده، یعنی میشه ضارب. نصر رو وقتی به زید نسبت دادیم میشه ناصر، کمک کننده، یاری کننده. حالا توی مثالی که ما داشتیم ان الله غفور رحیم، کلمه الله همون اسم عین است که یک کلمه‌ایه که برای یک ذاتی وضع شده. غفران به خدمتتون عارض هستم که یک حدثه که میشه اسم معنا. حالا اگر ما این غفران رو به الله اگر نسبت بدیم، اسم معنا رو به اسم عین نسبت بدیم، میشه غفور که همون مشتق هست. بنابراین از اسناد بین ذات و حدثی که مشتق به وجود میاد، لذا نمیشه برای اون صفت آورد. در نتیجه کلمه رحیم نمیتونه صفت برای کلمه غفور باشه، چون غفور که رحیم نیست، بلکه اللهی که غفور است رحیم هم هست. ذاتی که غفران رو به اون نسبت دادیم همون ذاتی است که رحیم رو به اون نسبت میدهیم. در نتیجه رحمت به غفور نسبت داده نمی شود. خدا غفران دارد و خدا رحمتگر است. پس در این مثال نتیجه میگیریم که رحیم خبر دوم برای الله است، نه اینکه صفت برای غفور. امیدوارم هر جا هستید صحت و سلامتی داشته باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.